سلام دوستان، امروز رفتیم به یک پارک تفریحی قشنگ در منطقه 1901 فیشر رود، مکانیکسبورگ، ایالت پنسیلوانیا. این پارک بخش‌های مختلف داشت. جای بازی برای اطفال بود، بچه‌ها بازی می‌کردن، می‌دویدن، خنده و خوشی بود، بعضی‌ها گاز می‌خوردن و با هم سرگرم بودن. میدان فوتبال، جای برای دوش و ورزش‌های دیگه هم وجود داشت. همچنان جای سرسبز و آرام برای فامیل‌ها و تفریح هم جور شده بود. خلاصه که یک جای بسیار مقبول برای سپری کردن یک روز خوب با خانواده یا دوستان. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنین، سابسکرایب یادتون نره و زنگوله رو هم فشار بدین تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندهید. نظرتون رو هم در کامنت بنویسین که کجای دیگر رو دوست دارین